السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله پس از 6 روز گذشته با نماینده خاص رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان دیدار نمود. در این نشست هر دو جانب روی روابط هر دو کشور، مسائل امنیتی، انکشاف روابط تجارتی بین دو کشور و در فهم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت جانب روسیه از افغانستان بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت. سرپرست وزارت امور داخله با هیئتی از علمای کشور ترکیه دیدار کرد. شیخ ابراهیم سردار رئیس این هیئت گفت که ترکیه دارای روابط تاریخی طولانی با افغانستان و ارزش‌های مشترک متعدد است. سرپرست وزارت امور داخله علاوه بر خوشامدگویی به هیئت مذکور از دولت ترکیه به ویژه علمای این کشور به خاطر اعمار مساجد، مدارس و مکاتب در کشور و نیز همکاری با افغانها در مواقع مختلف تشکری کرد. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با سفیر ژاپن در کابل دیدار کرده و از روابط نیک و حسن نیت مردم آن کشور در قبال مردم افغانستان ابراز قدردانی کرده و همچنان سفیر ژاپن آقای تاکایوشی کورومیا از همکاری همه‌جانبه کشورش در مقابل مردم افغانستان اطمینان داد. الحاج مولوی عبدالله مختار معین تأمیناتی وزارت امور داخله در دفتر کارش با مولوی عزیزالله قماندان امنیه ولایت پروان دیدار نموده، مشکلات و درخواست‌های وی را شنید و وعده هر گونه همکاری‌های لازم را سپرد. شیخ محمد قاسم خالد به عنوان والی جدید نیمروز معرفی گردید. در مراسم معرفی والی جدید ولایت نیمروز مولوی محمد نبی عمری معاون اول وزارت امور داخله، مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام وزارت، حاجی وزیر رئیس مالی و بودجه وزارت داخله، مسئولین، مجاهدین و مردم آن ولایت اشتراک داشتند. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هلمند در یک ماه اخیر 50 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر همراه با ده‌ها هزار کیلوگرم موادهای مختلف مخدره بازداشت و همچنان 15 کارخانه پروسس مواد مخدر را نیز در مربوطات مختلف این ولایت کشف و تخریب کردند. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.